أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الجهادی، یعنی کتاب در مسئله جهاد. از این کتاب جهاد ما و شما چند درس گرفتیم و درس امروزه همان دوامی حدیث های در مسئله جهاد هست و امروز حدیثی 1306 کتاب ریاض الصالحین را خواهیم گرفت. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین در زیر حدیث 1306 میگوید وعن ابی امامه رضی الله عنه قال، یعنی از ابی امامه رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابی امامه میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که افضل الصدقات ظل فسطاط فی سبیل الله، یعنی که بهترین صدقه سایه خیمه های است که در راه الله داده می شود. یعنی بهترین صدقه سایه خیمه در راه الله است. سایه کردنی یا خیمه کردن یا شیشتن در زیر سایه یا کسی را در زیر سایه خیمه کدام مجاهد را راه دادن، این از بهترین صدقه است. یا که یک خیمه را برای یک مجاهد دادن که اون مجاهد از این خیمه در روزهای گرم از آفتاب برای خودش سایه آماده بکند، بهترین صدقه می باشد. و منیحت خادم فی سبیل الله، و همچنین از بهترین صدقه ها بخشیدن خدمتگار در راه الله است. یک انسان خادمش را، خدمتگارش را در راه الله ببخشد، این از بهترین صدقه ها می باشد. او طروقة فحل فی سبیل الله، یا همچنین میگد از بهترین صدقه ها طروقة فحل، یعنی که یک سواره بقوت را بخشیدن در راه الله است. که یک انسان یک شتوری بقوتش را در راه الله برای مجاهدان ببخشد، یا یک اسب، یک سواره بسیار بقوت دارد، اون سواره اش را برای مجاهدین در راه الله بخشیدن یا عموما در راه الله بخشیدن از بهترین و افضلترین و پر ثوابترین صدقه می باشد. رواه ترمذی، و این حدیث را امام ترمذی رحمه الله روایت کردگی است. و قال حدیث حسن صحیح، و گفتگی است که حدیثی حسن و صحیح می باشد. این بود حدیثی 1306 کتاب ریاض الصالحین که درباره 3 نوع بهترین و افضلترین صدقات: یکم سایه خیمه را در راه الله صدقه کردن، و دوم بخشیدن خدمتگار در راه الله، سوم بخشیدن سواره بقوت را در راه الله. بعد از این حدیث 1307 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر 1307 کتاب ریاض الصالحینش میگوید که وعن انس رضی الله عنه، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است، ان فتن من اسلم قال، هر آینه میگوید جوان از قبیله اسلم گفت. یک جوان از قبیله اسلم سوال کرد که یا رسول الله، گفت ای رسول الله، اینی ارید الغزو، گفت من میخواهم که به جهاد برایم، من میخواهم جهاد بکنم، ولیس معی ما اتجهز به، گفت و ندارم من همراه خودم، یعنی که سلاح و آماده شوی برای جهاد.
یعنی که آن چیزهایی که برای مجاهد لازم است، از سلاح و از لباس و از خورد و خوراک و از سواره، گفت من این چیزها را با همراه خودم ندارم، یعنی کم بغل هستم، اما میخواهم که جهاد بکنم، میخواهم در جهاد اشتراک بکنم، اما گفت این چیزها رو من همراه خودم ندارم. قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که ایتی فلانن، گفت رو خانه فلانی، نامی همون شخص گرفت و گفت خانه فلانی رو، فانه قد کان تجهز فمرض. پس گفت هر آینه همون فلان انسان گفت قد کان تجهز، گفت واقعا اون آماده برای جهاد بود، یعنی همه چیش آماده کردگی بود. فمرض، اما گفت بیمار شدگی است، یعنی در جهاد به اشتراک کردن نمیتواند زیرا که بیمار است. گفت خانه فلانی برو. فاتاه فقال، پس همین مردی جوانی از قبیله اسلم میگه رفت خانه همون انسانی که پیغمبر گفته بود خانه همون بیمار. پس میگه اون بیمار را گفت که این رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرئک السلام و یقول، گفت هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای تو سلام میگوید و میگوید، یعنی پیغمبر سلام برای تو فرستاد، سلام پیغمبر رو برای اون مرد رسانید و گفت که پیغمبر میگوید که اعطینی الذی تجهزت به، گفت بده برای من همون اسباب و آلاتی که همون توشهی برای یک مجاهد لازم بوده را که برای خودت آماده کرده بودی، گفت همونو را برای من بده. قال یا فلانتو، میگه اون مردی آماده بود برای جهاد کردن که بیمار شده بود، میگه زنش فریاد کرد، گفت که یا فلانتو، ای فلانی، یعنی نام زنش گفت، گفت ای فلانی، اعطیه الذی کنت تجهزت به، گفت بده برای این جوان همون چیزهایی را که من آماده کردگی بدم برای جهاد، یعنی همون چیزهایی که تیار بود از خورد و خوراک و از اسبابهای جنگی و سواره و اسب و شتور و هر چیزی که آماده کرده بودم، گفت برای همین مرد بتیشه، برای همین مرد بده. بعد میگه اون مردی بیمار زنش گفت که ولا تحبیسی عنه شیئا، گفت با خودت نگاه ندار از آن چیزهایی که برای جهاد آماده کرده بودم چیزی را، یعنی هر چیزی را که برای خودم آماده کردم برای خودت یگانش ندار، یگانش نمون در خونه، همه امو را برای این جوان بده. پس میگه گفت فوالله، قسم به الله، همون مردی بیمار سن زنش گفت که فوالله، پس گفت قسم به الله ای زن، ای همسرم، لا تحبیسی منه شیئا، یعنی با خودت نگاه ندار از اون چیزی را، فیبارک لک فیه، پس برکت داده میشوی، برکت داده میشود برای تو در آن، یعنی هر آن چیزی که هست همش بده، الله برکت چه میتید. باز اگه آن چیزشه به خودمانه برای خودمانه نگاه نداری، هر چیزی که آماده کردیم همه اونها را بده. پس این بود حدیث 1307 رواه مسلمون. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این حدیث دلالت میکند برای کسی که خودش نمیتواند آماده شود برای جهاد، پس یاردم طلب بکند از کسانی که دارنده هستند، اون دارنده ها این انسان نادار را کمک و یاردم بکند، دارنده هم ثواب و اجر میگیرد که حالا در حدیث های بعدی بیان میکند که کسی که یک کسی دیگر را برای جهاد روان میکند، آمادهش میکند، به مثل انسان جهاد رفته یا نصفی انسان جهاد رفته را ثوابش این انسانی آماده کننده میگیرد. خب این بود حدیث 1307. بعد از این حدیث 1308 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1308 میگوید و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه، یعنی از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بعث الی بنی لحیانه، یعنی که فرستادک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای جنگ با قبیله لحیان. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای جنگ با قبیله لحیان فرستاد، در همون وقت پیغمبر گفت که لینبعث
لینبعث من کل رجلین احدهما والآخر بینهما. لینبعث یعنی باید برود، من کل رجلین احدهما از هر یک دو مرد یک کس، یعنی از دو مرد یک کس برود. والاجر بینهما، والاجر بینهما، اجر در بین هر دو انسان داده می شود، اجر در بین هر انسان تقسیم کرده می شود. یعنی دو مرد، از بین هر دو مرد یک کس برود، یعنی دو مرد هستند در یک خاندان، مثلا اکا و دادر، یک تاش برود. یا از همسایه ها دو مرد همسایه هستند، از این دو همسایه یک تاش باید برود. پس اجر در بین هر دوشون تقسیم کرده می شود. یعنی که این دو مرد یک تاش می رود، اون دیگریش خانه هر دو را نگاه میکند، تامین میکند، یعنی نگاه و بین میکند خانواده ای اون مجاهده که به جهاد رفتگی است. پس اجر جهاد در بین هر دو اینها تقسیم کرده می شود، هم برای کسی که رفته است، هم برای اون کسی که ایستاده است تو خانواده خودش را با خانواده مجاهد نگاه و بین میکند. اجر در بین هر دویشان نوشته می شود و اجر در بین هر دویشان تقسیم کرده می شود. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. پس این بود حدیث 1307 که دو مرد یکیشان جهاد برود و اون کسی که می ایستد و خانواده باقی مانده مجاهد نگاه میکند، اجر در بینشان تقسیم می شود. و فی روایت له، در یک روایت دیگری در امام مسلم آمده است، لیخرج من کل رجلین رجلون، یعنی باید ببرد از دو مرد یک کس. هر یک خانواده که دو مرد است باید یک توش برای جهاد برود. ثم قال لقاعدین، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای قاعد گفت، برای اون کسی که برادرش یا همسایه‌اش یا اکا و دادرش یا پدرش برای جهاد رایی میکند و خودش می ایستد، برای قاعد میگه، گفت که ایکم خلف الخارج فی اهله و ماله بخیر کان له مثل نصف اجر الخارجی. میگه پیغمبر گفت که ایکم یعنی هر کدام شما خلف الخارج فی اهله و ماله بخیر، یعنی که نگهداری بکند خارج را، یعنی مجاهد را، خانواده اش را و مالش را با خیر، یعنی با خوبی، با نیکویی نگاه بین بکند. چی طوری که مال خودش نگاه میکند، مال مجاهده که برای جهاد رفته است همون طور نگاه کند. چی طوری که زن فرزند خودش نگاه میکند، زن و فرزند مجاهد را هم همون طور نگاه بکند. پس کان له مثل نصف اجر الخارجی، یعنی می باشد برای این انسانی که مانده است برای نگاه کردن خانواده مجاهد مثل نصف اجر مجاهد. یعنی مجاهد چند قدر ثواب میگیرد، این انسانی که خانواده مجاهد را نگاه کرده است نصف مجاهد ثوابش میگیرد. نصف مجاهد ثواب الله جل جلاله برای این انسانی که خاندان مجاهد را نفقش تأمین میکند، مال و ملکش نگاه میکند، زن و فرزندش نگاه میکند، الله اجر و پاداش میدهد. خب این دو روایت بود در زیر حدیث 1308 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1309 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1309 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن البراء رضی الله عنه قال، یعنی که از براء رضی الله عنه روایت است که گفت اتى النبی صلی الله علیه و سلم رجل، میگه آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردی که مرد صفتش میگه همین بود که مقنع بالحدیدی، یعنی همین مردی نزد رسول الله آمدگی با صفتی زره پوش بود، یعنی که در بدنش برانجلت پوشیده، زره پوشیده نزد پیغمبر آمد. فقاله، پس میگه همین مردی زره پوش، مردی که با برانجلت نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله، گفت ای رسول الله، اقاتل او اسلمو، گفت بجنگم یا مسلمان شوم. یعنی این مردی آمدگی مسلمان نبود، آمد از رسول الله پرسان شد که ای رسول الله، اول بجنگم بعد مسلمان شوم
یا اول مسلمان شوم اسلام بیارم؟ فقال اسلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببین غمخواری شخصیت ها و غمخواری مردم را ببین چی گفتش؟ گفت اول مسلمان شو ثم قاتل، بعد بجنگ. زیرا اینکه جنگیدن جهاد کردن به اسلام هیچ فایده ندارد. جهادی که به اسلام باشد فایده ندارد. جهاد باید اول اسلام باشد، مسلمان شدن، بعد از مسلمان شدن بعد جهاد است. پیغمبر گفت که اسلم ثم قاتل، اول مسلمان شو بعد بجنگ بعد جهاد بکن. فاسلمه، پس میگه این مرد برنجلت پوشیده، این مرد زره پوش میگه مسلمان شد، اسلام آورد. ثم قاتل فقتل، پس میگه این مرد چنان جنگید که قتل، در آخر کشته شد. یعنی این مرد زره پوش کشته شد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که عمل قلیلا و اجر کثیرا، گفت این مرد عمل کم انجام داد. ببینید این مرد آمد و مسلمان شد، یگان نماز نخواند، یگان روزه نگرفته است، یعنی آمد و مسلمان شد و جهاد شروع کرد و در همین جهادش کشته شد، هیچ عمل اسلامی انجام نداده بود، فقط نو مسلمان شد و جهاد شروع کرد، کشته شد. پیغمبر گفت که عمل قلیلا، گفت این انسان بسیار اندک، کم، کوتاه، بسیار عمل کم انجام داد. و اجر کثیرا، اما اجر و پاداش و ثواب این انسان فراوان است، بسیار است، به اندازه است. ببینید این حدیث متفق علیه است و هذا لفظ البخاری، این لفظ بخاری است. یعنی که ثواب و اجر و پاداشی جهاد را ببینید چقدر بزرگ است. این انسان غیر از مسلمان شدن و جهاد کردن دیگر یگان ارکان اسلام انجام دادگی نیست. اما الله سبحانه و تعالی وقتی که این انسان مسلمان شد، تمام گناههای گذشته‌اش بخشید، وقتی جهاد کرد شهید شد، الله سبحانه و تعالی اجر و پاداشی به مثل و مانند، اجر و پاداش بزرگ، اجر و پاداش فراوان الله سبحانه و تعالی براش داد. از این حساب پیغمبر گفت که عمل قلیلا، عمل کم انجام داد، و اجر کثیرا، و اجر و پاداش فراوان براش داده شد. این بود حدیث 1309 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1310 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1310 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن انس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگوید از انس رضی الله عنه روایت است، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهید. ببینید میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که ما احد يدخل الجنة، نیست کسی که داخل جنت شده باشد، یحب ان یرجع الى الدنیا، و دوست داشته باشد، یعنی بعد از جنت در آمدن آنگاه آن وقت دوست داشته باشد که به دنیا بازگردد، وله ما علی الارض من شیء الا الشهید، یعنی اون هر آن چیزی که در زمین داشته باشه، هر چیزی که در زمین است از آن او باشد مگر اینکه شهادت. یعنی اون انسان از دنیا دیگر چیزی نمیخواد مگر شهادت. یعنی یک انسان اگر که مرد داخل جنت شد، باز این انسان را به دنیا بازگردانندش، او از این دنیا بجز شهادت دیگر چیزی را نمیخواهد، نه پادشاهی را، نه رئیسی را، نه چیزی دیگری را، هیچ چیز را از دنیا نمیخواهد بجز شهادت، بجز در راه الله شهید مردن، دیگر چیزی دیگر نمیخواهد. یتمنا ان یرجع الی الدنیا، اون انسان میگه تمنا میکنه، انسان جنتی، اون انسان آرزو میکند، تمنا میکند، طلب میکند که به دنیا بازگردد، به دنیا بیاید، الله سبحانه و تعالی باز اون انسان را به دنیا بیارد. در دنیا چیکار کند؟ پیش زن و فرزند و برای مال و ملک جمع کردن و برای منصب به دست آوردن؟ نه،
فیقتل 10 مرات، کشته شود 10 بار. بیاید به دنیا، کشته شود، شهید شود، باز مرد، باز بیاید، کشته شود، شهید، باز آمد، مرد، باز گشته بیاد. یعنی 10 بار شهید در راه الله مردن تمنا میکند. یعنی چی؟ برای چی تمنا را میکند؟ میگه لما یرا من الکرامتی، به سبب آن چیزی که از عزت و کرامت و احترام میبیند برای شهید، میبیند برای مجاهدی در راه الله. پس این انسان بجز شهادت دیگر چیزی را نمیخواهد از این دنیا، فقط شهادت را میخواهد، فقط شهید شدن در راه الله را میخواهد. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است که لما یرا من فضل شهادتی، وقتی که فضیلت شهادت میگه میبیند در روز قیامت در جنت، فضیلت شهادت را میبیند، پس در اون زمان تمنا میکند که به دنیا بازگردد و 10 بار به قتل رسانده شود، به وحشانیت ترین قتل انده برسد. راضی است که وحشانیت ترین شکل قتل برای اون ثابت شود، اما شهید شود و در راه الله شهادت را بچشد، شربت شهادت را بچشد، مزه و لذت شهادت را بچشد. این چیز را میگه تمنا میکند، آرزو میکند، طلب میکند، اما این ناشدنی هست. این دور دیگر نمیشود کسی که از جنت گشته بیاید و در این دنیا جهاد کند و این شربت شهادت را باز بچشد. نه، این نمیشود. اما آرزو میکردن اهل جنت از این دنیا آن چیزی که در دست ما و شما است، آن چیزی که در پیش ما و شما هست، ما این رو عملی نمی کنیم، اما اونها آرزو میکنن. بسیار کارهای ما و شما رو آرزو میکنن، اما نمیتوانن انجام بدهند. پس ما و شما از فرصت استفاده برده باید یکتا پرست، زیر قانون الهی زندگی کردن و زیر فرمان الله زندگی کردن، و همچنین در زیر امیر مسلمان ها، در زیر پادشاه، فرمان پادشاه، با جهاد شرعی برآمده با کفار جنگیدن را وقت و زمانش که شد باید عملی نشان بدهیم، زیرا اینکه این از دین است و فضائل خیلی زیاد داره. چطوری که فضائلش میبینید که اهل جنت تمنا میکنن به دنیا بیایند و شربت شهادت را بار دیگر بچشند. الله سبحانه و تعالی شهادت را در راه خودش به یکایک ما و شما نصیب بگرداند، نه با راهی خرافاتی و با راهی نام جهاد و نه با راهی فریب و نیرنگ، بلکه با همون چیزی که دین و شریعت گفتگی است، با منهج اهل سنت. الله سبحانه و تعالی جهاد کردن و شهید شدن در راه خودش را برای یکایک ما و شما مسلمان ها نصیب بگرداند، تا اینکه از این اجر و پاداش فراوان بهره‌مند و صاحب و به دست بیاریم این اجرها را. آمین یا رب العالمین. این بود حدیث 1310 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1311 کتاب ریاض الصالحین، ان شاء الله حدیث 1311 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. و تا درس آینده شما رو به الله جل جلاله میسپارم. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.